سلام دوستان عزیز، چطوره؟ امیدوارم که حالتون بی‌نظیر درجه خوب باشه، ایام بکام باشه گلکسیا. ما اومدیم با یک ویدیو جذاب دیدنی، ویدیویی که ویدیو رپی است. ما این بار اومدیم میخوایم صدای قدیمی بعضی از خواننده‌های رپ رو با صدای جدیدشون مقایسه کنیم، بعضی از خواننده‌های بزرگشون، و البته فکر کنم همشون هم نسل یکی هن. و همین دیگه، و قرار بهشون نمره بدیم و حالا ببینیم چه عذاب در میاد. امیدوارم که جذاب باشه و بدون معطلی let's go. مردم بیان بشین خیابونا و کوچه ها گم حرف هم بزنی از بچه های خیابونی که بالا زین اونها بلشون بابا این شد این یافه این آهنگ خیلی خفن بود. که بی درد سر تنها میساز گوشت استیش رو مثل دفعه های پیش نیست رفتم من به سرعت نور بازم پیش رفتم آره بیشتر من کار بیش از سر کردم که جهانی بشم بیش از قبل بیش از من کسی نزد این سر بعد برم پدر نزاش که من برم که بچه غم نزاش کم راحت بشم که من بگم گذشته همو خط زدم مجبوری به خیلی توهم و نگاه اندازی بلند میشی خواب بالا سرت به ستا فضایی تا چشاتو میبندی توی عبادتگاهی میتونم هر چقدر درد دارم بذارم پایین خدا پیشرو یعنی دولتانی روابط با آدم شده پر از سادیس مگه این که به موقع بهشون برسه گل از بابی. خب دوستان، یاسو آهنگ اولش بهش 5 میدم، آهنگ دومش بهش 8 میدم، پیشو هم آهنگ اولش بهش 6 میدم، آهنگ دومش هم 8.5. و این که بینیم سراغ خواننده مورد علاقم، سروش لشکری ملقب به هیچکس، پدر رپ فارس. نمیدونم متوجه شدی یا نه، ولی گفتم رپ و پدر رپ فارس، در واقع رپ فارس رو نمیدونم ولی رپ فارس. و بریم ببینیم هیچکس چه خواهد کرد. همین الان یه مدت همینطوری میخوندی هیچکس. یعنی چی نمیشه دو قایقار هل زبون بند اومده و باجای میشه عاشقان جنگین، عاشقان کش، عاشقان ایستاد، عاشقان مرد. من تنها دنیا که رو به روم چشت دلام لرز نمیمونه خش رو خش. اولی که دیدمه تو نگاه فهمیدم که رسیدم به اومدی جلو به من دادی دوتا دسته خندیدی گفتی تنهایی شده بسته بگو چرا یهو عاشقت شدم جنگل خوبه. حاجی الان من یه چیزی رو متوجه شدم، من آهنگ تسلی رو اصلا گوش نمیدم، شاید خیلی به ندرت، دارم راستشو میگم، شاید واسه خیلیتون واسه تعجب بشه، ولی الان که مقایسه میکردم چقدر صدا میتونه تغییر کنه در طول چه یه روز، چه یه ماه، چه یه سال. این حداقل 7-8 سال بوده. واقعا هر جور مقایسه کنی خیلی صداشون فرق میکرده، ولی به قدیمش 4.5، به جدیدش 7.5 میدم. طبیعت آزاده اما تاریک باشه خطرناکه. تاریک باشه خطرناکه. جنگل تاریک بده. غلط کردم 8.5 بهش میدم. برای من واسه همیشه
من حسین رو گوش میدم ولی جدیداش ابوالفضل چقدر تغییر میکنن اینا، علل خصوص صداشون. اصلا این صدای حسین یکی از گنگترین و شاید هم از نظر خیلی گنگترین رپکان فارس حسینه. الان ببینید که شما دوستان راستشو بخواید مامان اومد توی اتاق و مجبور شدم استوبش کنم. حالا رشته کلامم از ذهنم پرید و دستم نمون. یعنی الان نمیدونم درباره چی داشتم حرف زدم، یعنی میدونم ولی در کل داشتم میگفتم که چقدر دارم زر میزنم، قبول دارید؟ در کل داشتم زر میزدم که چقدر صدای حسین تغییر کرده. گنگترین رپکن فارس. نگاه کنید صدای الانشو مقایسه کنید با صدای قدیماش نه مثلا 2 سال 5 سال پیش، مثل این 10 15 20 سال پیش همینطوری. نه فاصله زیاد شد ولی منظورم این بود دیگه منظور گرفتید چرا الکی دارم حرف میزنم ها. سرتون رو به در نیارم، خیلی طولانی حرف زدم. بریم سراغ نمرات. ولی خیلی باحالم بوده. این شد الان این شد حسین واقعا گنگه. اولشو 6 میدم، دومیشو 8.5 میدم. بهرامم الان نوبت بهرام. قدیموش گوش دادم اعتبار رپ فارس و ببینیم الان نامه‌ای به رئیس جمهور، آهنگ سیاسی که ترکوند اون موقع. اینم سیاسیه. اولش 6.5 چون اون موقع سیاسی اینطوری اون و اینم 8.5. اشکان نه این صداش خیلی تغییر نکرده. 6.5. یعنی اصلا علی سورنا توی این بحثا نباشه که نمیچسبه به آدم. فوق العاده این بشر با معنی ایهام رپ میکنه و با هر کلمه‌ای که بهش بدی، هر کلمه بیارزش ناقابلی بهش بدی، یک شاهنامه واسط درست میکنه و از نظر من فوق العاده است این بشر. ششونی بر اساس حادثه اینجام با انتقام از ضربات فاجعه از یه سمت که از سوی نسل نگاه میکرد از سور آسمون رو به قانون میبست. نسل توی هزار جون میدادن تکرار میکردن فکر میکردن دژاوو میشن مزوزه سیاه شب. خب دوستان عزیز رسیدیم به آخرین خواننده، عمو سهراب سردار شهر، سهراب MJ. و
اما سهراب هم شاید به اون صورت صداش تغییر نکرده مثل اشکان، اینجوری نه تغییر نکرده. اینم ترکون چرا بدی ها فیت با هیچ کس. اینم دیس به رضا پیشرو بود که رضا پیشرو دهن سردار شهر رو سرویس کرد، یعنی بیا هنگ داد. اگر تا حالا نشنفتید حتما برید گوش بدید و میتونید بگید دیس رضا پیشرو به سهراب اینجا سرچ کنید، میتونید بگید که امشب میخوام نظامت آباد کنم. این کلمه رو بگید، آهنگ امشب میخوام نظامت آباد کنم از رضا پیشرو خیلی مشهوره، میاره قطعا براتون. و به گفتم یا نه نمرش رو به قدیمیش 7 میدم، به جدیدش ببینم 8 و نیم. خب دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه همیشه و گلکسی های من. این ویدیو هم به پایان خودش رسید، به سرانجام عاقبت خود. و حتما اگر تا حالا لایک نکردید لایک کن، زنگوله رو بزن که هر ویدیویی از من رکورد شد رو اون موقع خبردار بشی، فورا بری ببینی، کامنت بذار و ساب کن. و وقتی که ساب کردی، سابسکرایب کردی، حتما کامنت انگلیسی در حد 2 خط با معنی، مثلا به انگلیسی بگید سلام بهراد KS چطوری، من مثلا میخوام از این ویدیو بذاری، این ویدیو خیلی جذاب بود مثلا ها، نمیدونم این نقطه ضعفت، اینو بذار کنار، اینو بیار، در حد 2 خط با معنی، مثلا الکی و چرت و پرت نباشه، مثلا سلام بهراد چطوری، نه یه چیزایی باشه که و 3 الی 15 ویدیو. میدونم این فاصلش خیلی زیاده ولی میگم اگه الان که ساب کردی همین الان کامنت انگلیسی بذار یا 3 ویدیو دیگه تا 15 ویدیو دیگه، ولی لطفا از 15 به بالا خودتو بشکن دیگه، از 15 به بالا نباشه لطفا چون ساباتون میرزه و این خیلی بده. و میخوام که سرتون رو به درد آوردم ولی امیدوارم که لذت برده باشید و تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و گودبای.